دادگاه شهر دوشنبه گفته است مرافعه ایزد امان را روز 22 سپتامبر به پایان رسانده پروندهش را بستند. در دادگاه به رادیوی آزادی گفتند که قرض ایزد امان از دعواگران به 1,90,000 روبل و $1,000 برابر بود. همش را سپردند. این امکان میدهد که ایزد امان مورد عفو قرار بگیرد و آزاد شوند. این حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک از زمان به طور مرموز از مسکو ربوده شدنش در تاریخ 25 مارت اینک نیم سال باز در بازداشتگاه رقم 1 در دوشنبه با اتهام بافته قلابی در حبس قرار دارد. پرداخت شدن همه پولهای دعوایی 1,90,000 روبل و $1,000 را ادوکات ایزد امان سید برهان شریفوف نیز تصدیق کرده است. پیوندان ایزد امان چندین بار گفتند که هرچند اتهامات اعلان کرده مقامات را ساخته و دعواها را بر دروغ میشمارند، ولی به خاطر زودتر آزاد شدن او پرداختن تمام این پولهای دعوایی را به گردن گرفتند. اولین شده خبر احتمال روزهای نزدیک آزاد شدن ایزد امان را روز 22 سپتامبر پایگاه خبری بامداد با نخستین عکس او در بازداشت نشر کرد. در این عکس حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در یکی از حجره‌ها در بنای دادگاه شهر دوشنبه ثبت شده است. یک منبع بامداد گفت ایزد امان پول تقریبا همه آنهایی را که نسبت به وی دعوای پولی داشتند پرداخت کرده است و تنها یک نفر دیگر باقی مانده است که شاید تا یگان روز دیگر آن هم پرداخت شود و بعد آن ایزد امان بر اساس قانون عفو به آزادی برآید. قانون عفوی که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان قبول شد، عفو آنهایی را که بر اساس ماده 247 کودکس جنایتی با اتهام قلابی محکوم شدند یا پرونده دارند نیز پیش بینی میکند، ولی به شرط پرداخت مبلغ ضرری که در پروندهشان درج شده است. ایزد امان روز 25 مارت سال جاری همگی چند روز بعد لغو شهروندی روسیه‌اش به طور مرموز از مسکو غیب زد و 2 روز بعد در دوشنبه پیدا شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که ایزد امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش در اباب با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند.